الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، روز شریف جمعه را از برای یکایک شما و در شخصیت شما از برای تمام مسلمانان جمهوری و تمام مسلمانان عالم تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند متعال خواهان آن هستم که پروردگار این روز شریف را که سید الایام است، روز اجابت دعاهاست، از برای جمیع امت محمد صلی الله علیه و سلم مبارک گرداند. هفته گذشته صحبت خود را در موضوع امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه به پایان رساندیم و برای شما وعده دادیم که انشاءالله این جمعه در موضوع فرزند ارشد ایشان امام حسن رضی الله عنه با شما صحبت خواهیم کرد. واقعا امام حسن بسیار شخصی بزرگ است، صحابی بزرگ پیغمبر است، فضایل دارد. در وصف او حتی حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سخنهای گفته است که عاقبت جامعه عمل پوشیده و در حیات تطبیق گشتند و این یک نشانه دیگری از معجزه های جناب سرور عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در سال دوم هجری فرزند دلبند خویش بی فاطمه زهرا را به علی مرتضی بزنی داد. هفته گذشته در این موضوع ما با شما صحبت کردیم. بعد از گذشتن یک سال، یعنی در سال سوم هجری، خداوند متعال به این دو بنده بزرگ خویش به علی و فاطمه رضی الله عنهما یک پسرک داد. پسر بسیار زیبا، پسر بسیار خوشرو. اکنون تصور کنید حال پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را که پسر نرینه نداشت، پسر نداشت. دو پسرک به قول اصح از مادرمان به خدیجه تولد گشته بودند، اما هر دو هم در زمان طفولیت از دنیا گذشته بودند، در سین خردسالی. حضرت البته مثل هر یک پدر آرزوی پسر میکرد، زیرا این پسر بسیار نعمتی بزرگ است. هست در دنیا مرده که آرزوی پسر نداشته باشد. اگر 10 دختر داشته باشد باز بیچاره زنش مجبور میکنه، حتی اگر زنش بیمار هم باشه، یک بلا که یک تا دیگه تولد که شاید خدای تعالی پسرکم بده. آرزوی هر یک جوانمرد پسر است و پسر بسیار عزیز است، بسیار نعمت گرانبهای است که خدای تعالی به بندگان خویش عطا میکند. حضرت مولانا جامی پسر نداشت، سین سالش به جای رسید، حضرت از 60 بالا شده بود، پسر نداشت. وقتی که آثار جامی را میخوانیم، در تمام آثارش با چنان درد، با چنان الم، با چنان عجز پیش خداوند التجا و التماس میکند، طلب فرزند میکند. یک داستان دارد با نام سلمان و ابسال. من میدونم که اکثریت اینا نخوندیم، چجای مردم عادی، اکثر فیلولوگ ها خواندگیش نیستند. شاید در بارش یک معلوماتی اندک در کتب تاریخ ادبیات داشته باشند، اما خود کتاب نخوندند. حالا که بسیار کتاب عجیب است.
و در همونجا مولانا جامی به یک عجز، بیچارگی، به یک شوق رغبت درباره پسر وقتی صحبت میکند میفرماید هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست، جز به جان فرزند را پیوند نیست، حاصل از فرزند گردد کام مرد، زنده از فرزند باشد نام مرد، دست تو گیرد اگر افتی ز پای، پای تو باشد اگر مانی بجای، پشت تو از پشتیش گردد قوی، عمرت از دیدار او یا بدنوی. حقیقتا فرزندی به عار و به ناموس باشه قنات پدر می شود. یک کس جرأت نمیکنه پدرش سخنی ناسزا بگه اگر فرزندی به عار و به ناموس باشد. و هر وقت فرزند اگر صالح باشد پدر به او نظر کنه تمام غم و اندوه فراموش میکنه، همه غصه، همه درد، همه رنج فراموش می شود. دشمنت را شیوه از وی شیون است، خاصه گویی دست قهر دشمنت. از تو که افتادی دستگیرت می شود. وقتی که حرکت کردن نتونستی و به قضای حاجت رفتن نتونستی فرزندی به ناموس پشتت میکنه میبرد. کسی که فرزند داره خار نمی شود، نامش میمونه. میگم پسری فلانی است، خدا پدرش رحمت کنه. اگر پسری خوب صالح باشه، خیلی اگر بد باشه میگم پدرش لعنت. این کار هم هست البته. فرزندی خوب باغی پدر، فرزندی بد داغی پدر. از این خاطر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی بشارت شنید که بیبی فاطمه زهرا پسر تولد کرده است، به میل و محبت آمد نزدش، طفلک در آغوش گرفت، تحنیکش کرد، با آب دهن خودش کامش شیرین کرد. بعدا سوال کرد علی را، گفت این پسری دوسترو را چی نام کردی؟ گفت حرب، جنگی. حضرت میگه من جوان بودم جنگ دوست میداشتم، جنگی نامش کردم. ولی اخی مسلمانو فرزندا را تایسن نمیکنن، خدا بگیره شو. تایس مسلمان شد الحمدلله، نامش عوض کرد، نامش ملیک است. اما با تعذیبانه بعضی مسلمانای بی عقل و بی فراستی با فرزندا را تایسن گفته میخونن. گفت حرب، گفت این حسن است، این پسرک من حسن است، زیبا است. حسن خوب، زیبا، هم زیبایی ظاهری، هم زیبایی باطنی، هم زیبایی در کلام، همه با همین لفظ حسن یاد می شود. این گفت حسن است. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم از تولدش چنان شاد شد، چنان روح بلند گشت که عقیقه امام حسن در 7 روزگی به دست خود کرد. در روایات اومده است که به خاطر امام حسن رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 گوسفند قربانی کرد نزد خدا، 2 گوسفند کشت. و با مادرش بیبی فاطمه زهرا امر کرد، گفت احلقی رأسه، سر پسرک بتراش، گفت و تصدقی بوزنها من وریق، و به وزن همون موهای سرش نقره صدقه کن. حضرت که رحمت علمی هست تیلا نگفت. اگر امروز اکثری ما دیگه نمی کردیم، تیلا قیمت های، در صورتی که نقره بسیار ارزان های. از یک شخصی متخصص بوده سوال کردیم که قیمت نقره چقدر است؟ گفت 1 گرمش تخمین 10 سامانی می شود. این 10 سامانی باشه هیچ گپ نیست. کم از کودکی که وزن موی سری او از 2 گرم زیاد شود، 3 گرم شود. این خیلی کودکا بسیار کم شوند. اگه تصور کنه که همین 10-20 سامانی صدقه کردن هیچ اشکال نداره، اما سنت پیغمبر است. خوشا به حال کسی که احیای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را میکند.
و کودک از خوردی که کلان شد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت او محبت بسیار زیادی داشت. فرزندش بود، او را فرزندی خود میخواند. بعد یک سال، در سال 4 هجری، امام حسین از مادر تولد شد. ولی مردم ما گمان میکنن که امام حسین دوگانیک هستند. اینا دوگانیک نیستند. یکیش از دیگرش 1 سال کلان است. حسن بزرگتر است. و وقتی که میبینیم روایات محدثای بزرگ خیش رو در اوجد سر تا سر مال از بیان قصه های محبت پیغمبر و اظهار محبت نسبت همین طفلکای حضرت علی و بی فاطمه زهرا میشه. میگه این سبت من است، اولاد من است. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم امام حسن و امام حسین. امام حاکم در کتاب معروف خیش المستدرک علی صحیحین به شرط بخاری و مسلم از ابو هریره رضی الله عنه راوی اومد روایت میکند که خرج علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم و معه الحسن و الحسین. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه به سوی ما خارج شد، در یک دستش امام حسن، در دست دیگرش امام حسین. هذا علی عاتقه و هذا علی عاتقه. ایشم در بالای گردنش سوار، ککشم در بالای گردنش سوار. به همون کودککا بازی و شوخی کرده است. گاه ایشم بوسه میکنه، گاه اوشم بوسه میکنه. حتی انتهینا الینا، تا اینکه به نزد ما رسید، آمد به پیش ما. یک مرد سوالش کرد که یا رسول الله انک تحبهما. گفت ای پیغمبر خدا تو دوست می‌داری حسن و حسین؟ که کودکان او زمان پمپرس نبود، آخه پیشم بتونن بکنن، لباسات به نماز میکنن. اینقدر تو اینا را دوست می‌داری که در آغوش گرفته یا پیغمبر خدا اینا را در پشت سوار کرده خارج شده؟ انک تحبهما. حضرت گفت نعم، من احبهما فقط احبنی و من ابغضهما فقط ابغضنی. بله گفت هر کسی که همین دو پسرک مرا دوست می‌داره مرا دوست داشته است و هر کسی که همین دو پسری مرا بد می‌بینه گویا مرا بد دیده است. همچنین در مستدرک از ابو هریره روایت است که حجره پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اومده میگه دیدم که حضرت قطعی امام حسن بازی داره. تصور کنه مرد به این بزرگی، به این شرف، به این قدر مسئولیت کار با امام حسن بازی داره. ما را کودکاملا بیارن در قشاق میگم گمش کن، حالی وقت نیست غم نتی. با امام حسن میگه بازی داره. و هو یدخل اصابعه فی لحیه رسول الله صلی الله علیه و سلم و النبی صلی الله علیه و سلم یدخل لسانه فی فمه. میگه امام حسن خورد بود. از کجا میدونه که قطعش بازی داره؟ انگشتکاش در داخل ریش پیغمبر صلی الله علیه و سلم داخته ریش میکشه و این حضرت میگه زبانش در دهن امام حسن انداخت که بمکه. این کودک میمکه کودک را اگر زبان تا در دهنش مانی یا انگشت در دهنش مانی در او میمکه. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه بعد این دست به دعا برداشت، گفت اللهم انی احبه فاحبه. پروردگارا گفت تو میدونی که من امیرا دوست میدارم، پس تو هم دوستش بدار. اگه تصور کنه که کودک در چنین یک حالت، در چنین یک جای بزرگ شود. مکتب محمدی را ختم کنه. حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که از دنیا گذشت امام حسن تقریبا 7-8 ساله بود. حتی
امام حسن رضی الله عنه میگه که من عقل میکردم بعضی چیزا را حتی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حدیث ها روایت کرده است. یکی از همون معروف ترین حدیث ها همون حدیث صدقه خوردن امام حسن است که وقتی میگه زکات آوردن صدقات، من خورد بودم، میگه یک خرماچه را گرفتم در دهنم دوختم که حضرت نخست رنگ روش متغیر شد، آمد نزدم گفت کخ القیها کیخه، گفتی پرتوش از دهنت. حتی میگه انگوش در دهنم انداخت، از دهنم خرما را برو مجبورم کرد که همون آب خرما که با خطوف با آب دهن آمیخته بود همون را توف کنم. بعد گفتن یا رسول الله اخی هیچ گپ نداره، این چیز زیاد داره. گفت صدقه برای آل محمد صلی الله علیه و سلم حرام است، زیرا این از شرک مال مردم است. برای آل محمد صلی الله علیه و سلم صدقه حرام است. کسایی که دعوای سیدی میکنن، کسایی که میگن ما از سادات هستیم، ایشان زاده هستیم، بفهمید زکات برای آل محمد صلی الله علیه و سلم حرام است. آل محمد کی ها هستند؟ علما میگن آل محمد، آل علی، آل جعفر ابن ابی طالب، آل عقیل ابن ابی طالب و آل عباس ابن عبدالمطلب. این همی 4 قسم. هر کس بچی نوعی که سیدیش اگر ثابت شود به یکی همی شاخه ها میرسه، پس برای همه همیارو زکات حرام است. بعد گفتن اوکی همون آبی اندک در دهن همون کودک چی زیان داشت که زبانش کشیدی مجبورش کردی توف کرد. حضرت گفت دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چیزی که تو به شبهه می اندازه ترک کن و عملی را که تو به شبهه نمی اندازه. همین حدیث امام حسن از رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی روایت کرده است. یعنی وقتی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت، امام حسن 7-8 ساله بود، با عقل شده بود، درک میکرد. بعد وفات جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم، امام حسن به تربیه پدرش علی گذشت و تربیه مادرش فاطمه. حضرت علی را درباره فضلش، درباره علمش صحبت‌های زیادی داشتیم. شما تصور کنید که از این بزرگمرد وقتی پدر چنین داشته باشه، اگر هر روز یک کلمه خوب از او آموخته باشه، پس علم و فضل امام حسن تا کدام درجه است. در تعلیم فرزند بسیار کوشا بود حضرت، بسیار اعتباری سخت میداد به تعلیم و به آداب فرزندای خویش. و امام حسن در زمان ابوبکر صدیق زندگی کرده است. از خلافت او بزرگمرد چیزای زیادی را تعلیم گرفته است، از جمله آشتی پذیر بودن با اهل ردت، با مرتدها، کسایی که دین خود بدل کردند، کسایی که از اسلام رو گردوندند. یک برادر سوال کرد، گفت بوجم گفت مرتد شد، دین نصرانی قبول کرد، نعوذ بالله، همراه زن فرزندش. متاسفانه در جامعه هستن اینا. به غضب خدا گرفتار شد، خداوند جوانه مرگش کرد و در آتش جهنم ابدالآباد می سوزه. کسی که از دین اسلام رو گردانده است، برای او هیچ نوع از آمرزش نیست. ان الله لا یغفر ان یشرک به، هیچ وقت خداوند گناه شرک نمی آمرزه. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، از شرک کمتر باشه دیگر گناه ها، مثلا گناه های کبیره را حتی اگر خداوند خواسته باشه به فضلش می آمرزه، اما شرک به خدا را هیچ وقت نمی آمرزه. گفت حالی همین خواهر زنم مقصد قیسنگل، خیلی که در زبان عاموی هسته، کار نداره، من مغازه دارم، دکان دارم برای تجارت،
همین را اگر به کار بگیرم ولی در دکان من کم کم جنبیده است سودا کرده است درست هست یا نه؟ گفته نه برادر. او گفت میگم با اهل کتاب معامله درست است؟ گفته بله با اهل کتاب معامله درست است. اهل کتاب کسایی را میگن که پدر و مادرشون نصرانی بدن، یا که مثلا کسایی که مشرک بودن یک زمان بتپرست بودن بعد نصرانی شدن. اما در اهل کتاب مرتدها داخل نمیشوند. مرتد کافر است، مطلق خون نداره، خونش هدره. با مرتد تمام نمود معامله حرام است، فراموش نکنی بچه. با مرتد تمام نمود معامله حرام است. امروز متاسفانه در جامعه مرتدها زیاد شدیدند. هر کسی که در همسایگیش مرتد زندگی میکنه مبادا که حق همسایگی داره گفته با معامله نکنه، او بدبخت حق همسایگی نداره. الکی به همه عملی که کرده از اسلام رو تفت، تمام حق حقوقهای خودش مسدود کرد، دیگه حق نداره این بدبخت. از ابوبکر صدیق امام حسن تعلیم گرفت که با مرتدها یگان سازش نیسته. از ابوبکر صدیق محبت آل بیت وقتی که دید به حد امام حسن متأثر ابوبکر صدیق گشته بود که یکی از فرزندای خودش ابوبکر نام کرده است. امام حسن فرزند خودش ابوبکر نام کرده است. ما هفته گذشته درباره فرزندای حضرت علی صحبت کردیم با شما، گفتیم که یکی از پسرای حضرت علی نامش ابوبکر بود و در جنگ کربلا به شهادت رسید. امام حسن هم یک پسرش ابوبکر نام کرده است. شما محبت ببینید تا کدام حدی. بعد از خلافت صدیق اکبر زمان خلافت حضرت عمر رسید و تصور کنید که همه همیا نسبت اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار مهربان و محب بودند. صدیق وقتی که امام حسن در کوچه ها میدید، حتی دیدش گفت پدرم فدات شود، گفت تو شبیه رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی، شبیه علی نیستی. بی ابی انت، گفت شبه رسول الله صلی الله علیه و سلم، پدرم فدات شود، وقتی مانند به رسول الله هستی. آغوشش کرد، بوسش کرد. در حدیث ها اومده که حضرت علی میخندید، این رفتارش میدید. در زمان خلافت حضرت عمر فرزندای رسول الله صلی الله علیه و سلم آل بیت از همه بالا میگذاشت. در روایات اومده است که بعد یکی از غزوه ها، بعد فتوحات مسلمان ها، مال متاع به نهایت زیاده به مدینه منوره آمد و حضرت عمر تقسیم کرد مال متاع به اصحاب بزرگوار پیغمبر صلی الله علیه و سلم. امام حسن حسین هم از خانه مادرش بی فاطمه خارج شده بودن، می آمدن دیدن که به مردم لباس میتن، اینا هم آمدن در نوبت ایستادن. هردش خردکک، تصور کنه که 10 یا 10 ساله. اول لباس ها برای مردای کلان هستند، یگان لباس در بدنشون نشید. حضرت عمر به حد متأثر شد که به والی یمن مکتوب نوشت، گفت به اندازه امام حسین متاع سپارش که بدوزن و بفرست. قسم به خدا گفت تا زمان امام حسین نپوشونم لباس، همون خلعتی که برای خودم رسیده است نمیپوشمش، او خلعتی که برای پسرم عبدالله ابن عمر رسیده است نمیگذارم که بپوشم. مخصوص برای حسین لباس ها دوختن و فرستادن، حسین پوشید. این برای چی میگم؟ برای آنکه شما بدانید که تا کدام حد حضرت عمر فاروق اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوست می داشت. و این دروغی که متاسفانه اهل تشیع به او حضرت میزنن که گویا خانه فاطمه در اومد، حتی بی فاطمه را لطو کوب کرد، تعوذ بالله، و یک کودک که در شکمش بود است، او کودک پیران شد. قسم به خدا دروغ است. این از منبر پیغمبر سوگند یاد میکنم که یک دروغ محض است، از همون دروغایی است که متاسفانه
اهل تشیع شرم نداشته و خجالت نکشیده به پای بزرگای اسلام میبندند. در روایات اومده است که بار وقتی که امام حسن و حسین ندید، حضرت عمر نام صحابه ها را می نوشتند تا اینکه حقوق و نفقه شونه از بیت المال دهند، از مال غنیمتی که اومده بود. حسن و حسین هم در دعوت کرد، نامشون نوشت، به هر کدامش گفت 5000 درهمی بتین. گفتن یا امیرالمؤمنین آخی این مال حق مجاهدا است، حق صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. گفت کی گفته است که یا مجاهد نیستند؟ فقط همین دلیل که اینا فرزندای علی و فاطمه هستند و رسول الله صلی الله علیه و سلم این در 100 تیخت خوانده است کفایه میکنه بتن معاش ما. حتی از عبدالله ابن عمر پسرش که صحابه پیغمبر است بیشتر شد. زمان خلافت حضرت عثمان اومد، الکی امام حسن و امام حسین بالغ شده بودند، هر دو مرد شده بودند و از بس که دیدم با چشم خود که پدرشون دویم شخص است که با حضرت عثمان بیعت کرده است، این شیر بچه ها هم با حضرت عثمان بیعت کرده بودند. در زمانی که اختلاف بین مسلمانان واقع شد، فتنه ها برپا شد، امام حسن و امام حسین در صف محافظین حضرت عثمان قرار داشتند. چندین شبانه روز امام حسن خانه شونه اومده است، شمشیر در دست در خانه حضرت عثمان از امیر مؤمنان دفاع میکرد. وقتی که حضرت عثمان به شهادت رسید، در همینجا یک جنگ واقع شد. امام حسن زخم خورد، زخمی شده بود، مجروح شده بود. با وجود این وقتی حضرت علی اومد دید که امیرالمؤمنین به قتل رسیده است، دشنام و سخنهای بسیار قبیح شو کرد. هم محمد پسر طلحه را، هم حسن فرزند خودشا، هم عبدالله پسر جعفر جانشا که شما مرده بوده که امیرالمؤمنین در اومدن قتل کردن شما یک جا استودید، اگر چنده در خون خاک آلوده بدن به شروع. حضرت علی را به همین حد غضبش کرد. امام حسن گفت هنرت همین خبت در خونه نشیشتی، نذاشتی من خودم اومدم محافظتش میکردم، ما دل پر بود که شما دفاع میکنی. اما چون قضا آید شود دانش به خواب، محسیه گردد بگیرد آفتاب. حضرت عثمان رضی الله عنه را اجلش که رسیده بود، دیگر کسی پیش اجل گرفته نمیتونه. خدای تعالی نصیب روزش شهادت که کرده بود، شهید شد و به حضور پروردگار و بارگاه بی‌نظیر پروردگار شتابان رفت. بعد از این زمان خلافت حضرت علی کرم الله وجهه شروع شد. در این باره از بس که با شما صحبت مفصل داشتیم، زمان خلافت حضرت علی را استثنا میکنیم. با شما ما نقل کردیم که در تمام جنگ ها امام حسن در پهلوی پدرش بود، هم در جنگ صفین، هم در جنگ جمل، همیشه تا زمان شهادت حضرت علی. و وقتی که حضرت علی به شهادت رسید، از دست عبدالرحمن ابن ملجم ملعون امام حسن قصاص پدر را ستاند. عبدالرحمن ابن ملجم به اسفل اسافلین فرستاد. بعد از این جنازه پدرش از بس که پسر ارشد بود خود خواند، امام حسن خواند. بعد از خواندن نماز جنازه، قیس ابن سعد ابن عباده گفت یا حسن، گفت دست دراز کن، دست دراز کن به تو بیعت کنم به خلافت. امام حسن دست راست دراز کرد. اول شخصی که با او بیعت کرده است قیس ابن سعد ابن عباده بود. قصه قیس ابن سعد به شما کرده بودم نه؟ قیس ابن سعد از دههای عرب است، از داهیای عرب، یکی از سیاستمدارای دوربینترین بود. شخصی بود که به حد خدای تعالی عقلی وافرش داده بود که معاویه حتی از او هراس داشت. یادتون اومد والی مصر بود، بعدا همراه حضرت علی در جنگ صفین رفت، شرکت کرد.
و این قیس ابن سعد بسیار زیرک بود. معاویه حتی به مروان ابن حکم مکتوب نوشت که تو غیرتی نگه داشتن یک شخص نداری. مروان جوابش نوشت که آخه یک آدم بود از دنیا گیرم باشد. گفت افسوس صد افسوس که تو عقل نداری. در نزد من قیس ابن سعد از 100,000 سواره خوفناکتر است. این همی که شخصی دانا و زیرک بود. قیس ابن سعد با امام حسن بیعت کرد. یک شخص بود است با نام ابوالفرج اصفهانی، یک کتاب دارد با نام اغانی. این مرد زعم کرده است که اول شخصی که با امام حسن بیعت کرد عدی ابن حاتم بود، پسر حاتم طی. اول شخص همون بود که مردم گفت شما شر نمیداری آرام ایستاده با حسن بیعت نمیکنه. اما از بس که ابوالفرج اصفهانی در کتاب تحریفات زیاد دارد، از بس که طعنه و ملامت زیاد به اصحاب بزرگ پیغمبر کرده است، اکثر محققین کتاب او را کتاب معتبر نمیدونند. بزرگای مثل قاضی ابن خلیکان و مثل امام شمس الدین ذهبی اینا میگن ضعیف است، حتی کذاب است، دروغگو هم است. از همین خاطر ما سخن او را قبول نداریم و سخنی که در تاریخ‌های معتبر از جمله در البدایه و النهایه آمده است که اول شخصی که با امام حسن بیعت کرد قیس ابن سعد ابن عباده بود، به همین سخن ما اکتفا میکنیم. بعد از او که قیس ابن سعد با امام حسن بیعت کرد، تمام مردم از جا قایم شدند و با امام حسن بیعت بر خلافت کردند و حضرت امام حسن امیرالمؤمنین مسلمانان اعلان گشت، امیر مسلمانان. این واقعه در ماه رمضان سال 40 هجری به وقوع پیوست. قیس ابن سعد والی آذربایجان تعیین شده بود از جانب حضرت علی. 40,000 جنگاور همراهش داشت که همه بیعت کرده بودن به جانهاشو که از جانب امیرالمؤمنین علی با اهل شام و معاویه تا آخران قطره خون خود مبارزه میبرید. اگه تصور کنید که وقتی قیس ابن سعد بیعت کرد دیگران میمونند، همه بیعت کردند، همه سوگند وفاداری خوردند، اما امام حسن دلش از همینا پر نبود. بعد از او قیس ابن سعد گفت یا امیرالمؤمنین اکنون بیای دیر نشده است، هجوم میکنیم به شام و مردم سرکش به افاقه میاریم، کسی که بیعت نکرد به قتلش میرسونیم. خلافت باید در اسلام یک تا باشد. امام حسن هم تن داد و قشون گرفتند روانه شدند. در نخیله جمع اومدند. بعد به خاطر داخل شدن به شام از راه مدائن عازم سفر گشتند. مدائن یک زمان پایتخت ایران بود. این مدائن در نزدیکی های همین بغداد امروزه است، تقریبا 40 کیلومتر از بغداد دورتر. با مدائن وقتی که رسیدن پیش قشون قیس ابن سعد میرفت با 12,000 لشکر، لشکری 12,000. اما در شهر مدائن نخست یک فتنگر اعلان کرد، به تمام صدا آواز برآورد که مردم قیس ابن سعد کشته شد، قیس ابن سعد هلاک شد. وقتی این سخن گفتن تصور کنید که سرلشکر اساسی لشکر به هلاکت برسه. دیگه مردم بزدل لشکر پرت افتند و گریختند. حتی بعض نوجوان مردها از فرصت استفاده برده خیمه و خیرگاه امام حسن غارت کردند. همو گله میره که در بالاش میشیشت، همو گله میشه همراه جای نمازش دزدیدن. وقتی که امام حسن خواست دراز شد که مردم شما چی کار میکنه؟ ما به جنگ رفته هستیم، به جهاد رفته هستیم. یک بدبخت به نام سینان ابن حرب یک ضربه هم زد، با نیزه زد، مجروح کرد امام حسن. از نیم زیادی لشکر پراکنده شد و گریخت. امام حسن در قصر ابیض، قصری که یک زمان قصر شاهان ایرانی بود و او قصر دارالاماره مسلمانان بود، والی که حضرت علی تعیین کرده بود سعد ابن مسعود ثقفی در او قصر زندگی میکرد، به همون قصر پناه برد.
سعد بن مسعود در طبیبا را دعوت کرد، بالای جراحتش ملهم ماندن و طبابتش میکردن.